سامانه رسمی شهر دوشنبه خبر داد که شهردار پایتخت و رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی با پیشنهاد و درخواست‌ها و ابراز اندیشه یک زمره عالمان و نویسندگان کشور در رابطه با کوچانیدن خانه موزه ادیب عالم سردفتر ادبیات معاصر تاجیک اولین پرزیدنت اکادمی علم‌ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی واقع در کوچه حمزه حکیمزاده نویه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه توجه نموده وابسته به مسئله مذکور دستور دادند که خانه موزه برطرف کرده نشده نگهداشت منبعده آن تامین کرده شود. بنا به اطلاع شهرداری رستم امامعلی همچنین به ساختارهای دخلدار سپارش داده است که گرد و اطراف آثارخانه آباد و زیبا نگاه داشته شده منتظم کارهای سبزکاری و گلزارکنی عملی کرده شود. رستم امامعلی به این ترتیب به مسئله کوچانیدن آثارخانه عینی که چند روز باز جامعه را بخصوص روشنفکران تاجیک را به تشویش آورده بود نقطه گذاشت. روشنفکران طوری از واکنش‌هایشان به نظر می‌رسد این تصمیم را خوش استقبال کردند. عقل سالم پیرو شد، خدا را شکر، نوشته است نویسنده تاجیک قادر رستم. یادآور می‌شویم روز 11 نوامبر آسیا پلیوس با تکیه به یک منبع نزدیک به آثارخانه صدرالدین عینی خبر داد که حالا در پایتخت تاجیکستان مسئله چپه کردن این آثارخانه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک بررسی شده ایستاده است. در پاسخ فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نوشته است اکادمی موافق مقصد می‌داند که اول آثارخانه نو صدرالدین عینی به طور زمانوی ساخته شده سپس نگاره‌های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانیده شود. اما شمس‌الدین محمدیف معاون رهبر پژوهشگاه زبان ادبیات شرقشناسی و میراث خطی به نام رودکی گفت وقتی این مسئله در شورای علمی پژوهشگاه هم بررسی شد عالمان مخالف تخریب یا کوچاندن آثارخانه برآمدند به این دلیل که این یگانه خاطره از عین است. در پی موج اعتراضات در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شهرداری مراجعتش به اکادمی را تصدیق کرد ولی گفت فقط مشورت عالمان را در مورد کوچانیدن این آثارخانه به جای مناسب پرسیده است. شهرداری افزود مسئله مذکور هنوز حل نهایی خود را نیافته است و آن در مرحله آموزش قرار دارد. آثارخانه عینی در مرکز دوشنبه سال 2018 در عرفه 140 سالگی او ترمیم شده بود. صدرالدین عینی برای سهمش در رشد ادبیات و زبان تاجیکی و در تأسیس جمهوری تاجیکستان سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان شده است.